با پافشاری جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی به آتش‌بس در لبنان تن در داد و مقرر شد در صورت رعایت آتش‌بس در همه جبهه‌ها توسط دشمن، تنگه هرمز به صورت موقت تا پایان زمان آتش‌بس صرفاً برای عبور کشتی‌های تجاری و نه شناورهای نظامی و شناورهای غیر نظامی کشورهای متخاصم با کنترل و مجوز نیروهای مسلح ایران و از مسیر تعیین شده از سوی ایران گشایش مشروط داشته باشد. با عنایت به اینکه عمده تجهیز پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس از طریق عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز تأمین می‌شود و این تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه خلیج فارس است. ایران مصمم است تا زمان پایان قطعی جنگ و تحقق صلح پایدار در منطقه نظارت و کنترل بر تردد از تنگه هرمز را اعمال نماید. این امر با دریافت اطلاعات کامل از شناورهای عبوری، صدور گواهی عبور مطابق ضوابط اعلامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط جنگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات تأمین امنیت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست و در مسیرهای اعلام شده از سوی ایران اعمال می شود. همچنین تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روش‌های همچون محاصره دریایی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را از موارد نقض آتش‌بس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز هم جلوگیری خواهد کرد.